انشاءالله سفر داریم به نزدیکی از اروپا. اما مسئله احرام دورنی سمالیات پوشیده وای کنیم یا میخواد برویم به کدام یا ایرپورت فرامده به جده میفرمایید؟ جده بله. اگر به جده میفرمودگی باشد و بعدی به جده فرامدن مکه میرفته باشید، بله در داخل هواپیما تقریبا 40 دقیقه به فرود موندن. وقتی به فرودگاه نزدیک میشد 40 دقیقه میموند، سمالیات های عرب ها اعلام میکند میقات آمدیم گفته. اون هواپیماهای دیگر کشورها اعلام نمیکند، لیکن تقریبا مثلا به فرود 40 دقیقه ماند نیت کنید نوایتو لبیک عمرتان گوید. لبیک عمرتان با همین کلمه شما به داخل عبادت می‌دارید. و احرام هم اگر در فرودگاهی اون کشوری که از آنجا پرواز کردید اگر احرام پوشیدید خوب، نپوشیدید در داخل هواپیما میتونید احرام پوشید. این خیلی نیکی به جده فروید. اگر کسی به جده فروید نیت نکرده برای وی واجب میشد که گشته به میقات رود. اون میقاتی که هواپیما گذشت یافتن دشوار میشد برایتان، مشکل میشد، از جماعت میمونید. برای این برادرها امام بخاری میگن که باب العلم قبل القول والعمل، باب در این باره که علم پیش از قول و عمل است. پیش از آن که به عمره میرید 1 ماه پیش کتابی عمره نوشتگی هستیم تیار در تلگرام، گیرید خوانید. نواری صفتی عمره هست، گیرید گوش کنید. در مسئله تیوی پلیلیستی حج و عمره هست، زیاده از 100 نوار است درباره حج و عمره. گیرید تماشا کنید بعد سفر کنید برادرها، تا اینکه حج عمره که اینقدر مبلغ صرف میکنید شاید در عمرتون یا مراتب رفته ایستادید، شاید با همین دیگه بر نمیگردید. درست عبادت کنید. همون غسل پیش از ایرپورت بشیدن مثال اخوانه میبرویم غسل کده میبرویم سونی دونی هواپیما احرام میبندیم میشد خلاص. بله بله غسل سنت است. غسل سنت است. از همه رکنی اساسیش نیت، یعنی لبیک عمرتان. ولی بعضی آدما فکر میکنند که احرام پوشیدن از همه بزرگترین رکنش. نه، از همه بزرگترینش نیت. اگر کسی نیت نکند وای به داخل عبادت ندر آمده است. لبیک عمرتان در عمره به منزلت الله اکبری تکبیر تحریمه در نماز است. الله اکبر کسی تکبیر تحریمه نبنده و به نماز ندر آمده است. و چه نماز میخونه حالی ندر آمده است؟ بنابراین کسی که لبیک حجن یا لبیک عمرتان نگفت از در عمره، او حالی به داخل عبادت ندر آمده است. اگر احرام نپوشد یک گوسفند میکشد صاف میشد، لیکن نیت نکرده باشد گوسفند قدی صاف نمیشد. باید میقات رود و گناه میکند، توبه باید کند برای این گناهش، برای بی علم عبادت کردنش. بنابراین برادر اهمیت دهید. جزاک الله خیرا. و ایاکم.